خب دوستای عزیز و نازنین، ما هم رسیدیم در سنگبری، در اتاق دوستا که اینجا در سنگبری کار نه، همینجا هم اندوالی منه. شما دوستان خط از ما باشید. یه از میوه هایشی شور بدی آقای ابراهیمی. شور دیدنیم هسته؟ دوستا آقای ابراهیمی کس آشپز است. پختن آقای ابراهیمی. آقای نظری گوشت. گوشته؟ به نظر من مرج مساله و خشخشپش خیلی متر قدر بلش پرتک ده یک شروعی خیلی خوبش جورنی. خب دوستا عزیزا، مومنده ده به آقای ابراهیمی کس آشپزی نه دیگ مونه. انشالله که این دیگ پختش نه. شما دوستا هم بین اینجا قد از مو مهمان از اتاق سنگبری، یعنی اتاق کارگری، اتاق کارگرای سنگبری مهمان از یاشونی. آقای ابراهیمی مهمون خوش دیدین؟ آقای نظری سر یاره آقای ابراهیمی شما به خدا متر خوب آدمای مهمان نواز. که شما دوستا هم این مرج مساله شده ای؟ آره این مساله که یکم روغن و چیز جوش بخواه که حتی مزه شد خوبتر شنه به ای؟ هیت که معلوم مزه ازی خیلی خوبتر میشه است. خوبتر هم بخی تیر میشه، بخی قدر خوب میشه. نمتنیه؟ آره یکم مشپز از یا توی دیگه به ای؟ آره آشپز از یا دوستا آقای ابراهیمی کسته آشپزی از این کارخانه که این شو مو میمان چسته از دیگه 20-25 نفر آدم در دیگشون. آقای ابراهیمی بسیار خوب شده که در نظر من که همین شما دیگه خانه در نظر نمبرم همیشه همینج مهمان شما شد. خیلی بلا خب یه خرج و مخارج به این خرج گفته اینه یا؟ خب بسیار عالی. خوب قدر این دوانه و خربوزه مروزه خوب قدر آوردین تربوز به این؟ خب بسیار عالی. بخش خرج که مورد است کجا خرج میرین؟ باید نه؟ بوبر کبله شروار بوبر. خب ما یک کاسه دومی یه آقای آجبتاب. نه قبل تو دیگهش بر تو ازم نشه. اما نستنی است. اما دی من دانشی. بخیر جامان جور بخیر. جامان خوبه؟ کبله رو شو. منتظر کاسه شروعی که بوبر. رو شو. آقای ثانی اون سر یک انگی تربوز. خب آقای احسانی تربوز نظر چک کدی جور کدی بایی؟ ولی خیلی مثل امید که معلوم بسیار خوشمزه و خوب شه. آقای ابراهیمی؟ آقای نظری؟ بسیار خوبش معلوم میشه. آقای که احسانی کنید و تربوز فروشی کار کنه. اوه در نظر من در میوه فروشی کار کرده ای. این تربوز مارکت از فرا آورده. معلومه که چیز دیگه با دوستا جایشون خالی. بسیار تربوز خشن. مثل که جایشون خالی بفرمایید. البته شما دوستان مو بخیل مهمان از این دوستای سنگبری. نه تو بهم کسی بود. خب باید باید. آقا نمی‌دونم بخوریم.
آقای حیدری صاحب باشه شما نشان کن تم در ما هم میم خیر است دوستا عزیزا این وقتی نان خوردویه شما بین که بخیم یک جای نان بخوری خواه شما راحت نشان کن دوستا همیتر چیز صمیمیه بگم ما میموشتم اینجی بسیار سفره صمیمی و دوست داشتنی نه بخور ما دوست دارم کاسه شما بشیم؟ نه که آجی تو بیشی دارم اینجا میشی؟ بخسته تو به این طرف که آجی کی مراد آقای نظری اینجا میشه بخسته خف من بیا آقای نظری بفرمایید یا تو ایسه میشه رو استاد بشین تکیه رو بسا بگو چه دوشی دیگه نه آقای نظری خب بیننده های عزیز هموطنان دوست داشتنی از ما نان خوردی جای شما خالی دیگه نان خورده شد دیگه دوستا رفیقا بخشی از ما شما نقل داره خواهد خاطراتای خود نقل نه شما خود از ما هم بیننده باشین و همراه باشید تشکر آقای احسانی دیگه نالی خب آقای نظری اول خب آقای احسانی جان قند دیگه تو نالی از خاطراتای چی خاطراتای داره دمی ایران از اتاق کارگری اتاق سنگبوری در چیز کار کده چیز کار نکده و کار تو چیز خیل بوده میتنی خنجقی از ما بگی؟ بله آقای نظری اول بالاول سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنان بینندگان شما که در جای از گوشه خاکی است مر بیننده انشالله که شاد و خرم و کامیاب باشه یک از داستانای خاطر انگیز که ما خلاصه در سنگبوری تیر کده در سنگبوری نگین کار میکردی خب سنگبوری نگین در کجا هست؟ سنگبوری نگین در پولیس رای نجف آباد خب بسیار اینج کار میکرد صاحب محترم مایم داود از مویه بچه کاکای داود شما داود حیدری داود حیدری بسیار خوب دیگه زکی آقل از مویه زکی سلیمی بسیار خوب دیگه بلای جان عارف نظری خب دیگه زمان کابلیه خب نخل کو امین صاحب عرضم به حضورت که یک شو مای روزه بود ساعت 3 بجه شو کمی عارف پالیز ما خواب بود سلام میزه میگه محمد جان برش که دوزم ده خب همین برش دم سیل کردم که در کارخانه 3 نفر همین کمر بسته سوتام دادیش ستا داخل سالن موره نه خب اونجا یک دنی از دو در پالوی در خشک استاد بوده ده در رم از بیرونش در بلی از ما قلف داده در رم قلف داده که شما بور نشید اره بور نشید خلاصه ما یه اندوالا که بیدار شد قدنجغه زیاد تصمیم ممی شد که در رواز منی پله دادان درگه شنده بود ام پله مزنی خورد منی اعلام شد بلی از بلی دوزو میخواستین یک فکری خلاصه یک فکر فنی کنین که دوزور بگیرید دستگیر کنین اره خب امزونجی درگه را میخواست بیرون باری درگه را زده قلف درگه را از برونش بسته امی دوزو خب از وقتی چی شد ای امی که پالوی در استاد بود دیگه خبر شده که بداشت پس که اما دیگه چارش ناچار شد سنگار دیست که پنجره از ما تابستان بود واز بود شروع کرد در سنگ زدو یا به حد سنگ میه که فقط بگی بارون باره میتونه بلی از ما این برعکس شد دیگه شما خواست نور دین؟ نه ولی و شمور زد لی؟ و مور میزد همزونجی ای داود از ما قنجقه زمان کابلی سر جای جنگ افته دینی پنجره مثلا در زیر شواردوش دیگون دو اونجی بودی دو طرف سنگ در بلی از ما میره
یه اردو سر جای ده اینجا جنگ زد که تو امی امی اردو کچه اردوش جنگ دو میزد دیگه تو جای رو زیاد خوند دیگه دویش میگو تو جای رو زیاد خوند یه کمبل منبل به سر گرفته دیگه سنگ مبارا بلازمو امی یک دفعه همسایه از ما که بود لومانیا بود جاوید بود دار جای که هست انشالله که خدا یار جانش باشه. خدا یار جانش باشه دیگه ایدری از انگوری بود ولی اما بچه های خیلی خوبی بود نه؟ یک دنیا دیگه مظلومو بود از یادم رفته نامش چیز نام داشت دیگه امی که نامش از یادم رفته یک دفعه مجول را چیز کمبل رست بلسر خبال منی کوی منی کو فلانی کمکشون باید کمک از ما باید خیلی دمی جخشور یا وام بیدار شده واک بیدار شد واک اما دی دوزو فرار کد رفته که رفته آچار ماشار را برده از کارخانه مثلا شلوار ملوار کشته سر تار پرتا و دیار جمع کدت برده آره دیگه چپلای بچه کاکای مستد برده کدام بچه کاکای؟ همین داود را داود حیدری را؟ داود حیدری را چی؟ چپلای زیرم برده؟ عجب دیگه بلای جان تو دور شنه ای از این داستان چی امی داود حیدری هم زندگین خیلی خاطرات زیاد داره شاید کمسل کنم خاطراتا ده چبوم نه ده چبایه یک روز آوازش گشتنده از اینجی دیگه در جان وامی شد تا کد از کارخانه امی داود حیدری از گیر گشت تا آره از گیر گشت تا می تا کد رفت در سنگبوری بیسر در پوش بلون از مو یک سنگبوری در مابین از مو سنگبوری بیسر بود رفت در سنگبوری بیسر مو دیگه کار منی مو کار یک مجل آوازش که داود را برده داود را گشت گرفته برده رفتی در سنگبوری بیسر رفت پرسان گفت نه امرباب شو گفت این من دیدک دماد گفت گشت گفت ما گفت برد در زیر میز ارباب در زیر میز که رفتد و پوشت معلوم مشتده گشت انداز از پاس گردونچ گرفته او سر خطاشک داده پوشت معلوم مشتده خیلی تمام جای نهیه